سرخط خبرها. رقیب منتخب تاجیکستان در یک کشفینال جام آسیا معلوم شد. امریکا از انتقال موشک‌های کره شمالی به روسیه نگران است. در زمین لرزه آلماتا 44 کس آسیب دیده است. روز بخیر بینندگان عزیز، با امید صحتمندی شما نوید بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز چهارشنبه 24 ینور است. تیم ملی امارات متحده عرب که در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در قطر در گروه اس جای دوم را گرفت، با یک کشفینال جام آسیا 2023 راه یافت و در پلی آف با منتخب تاجیکستان رقابت میکند. بازی یک نهایی جام آسیا 2023 میان دسته‌های منتخب تاجیکستان و امارات متحده عرب روز یکشنبه 28 ینور در ورزشگاه احمد بن علی شهر دوحه ساعت 19 به وقت محلی و 21 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. ضمناً بازی دوستانه میان تیم‌های ملی امارات متحده عرب و تاجیکستان که 25 مارس سال گذشته در شهر ابوظبی برگزار شده بود با حساب 0-0 انجام یافته است. از روی نتیجه‌گیری مرحله گروه جام آسیا 2023 منتخب تاجیکستان با کسب 4 امتیاز در گروه A مقام دوم را کسب کرد. منتخب امارات متحده عرب نیز با کسب 4 امتیاز در چهارگانه اس دوم شد. بازی دور آخرین در گروه اس میان دسته‌های منتخب ایران و امارات متحده عرب که شب 23 ینور در شهر الریان برگزار گردید با پیروزی ایرانی‌ها با حساب 2-1 به پایان رسید. ضمناً دسته منتخب ملی تاجیکستان در رده‌بندی فیفا با 1206 امتیاز 7 زینه بالا رفت و در جایگاه 99 قرار دارد. در این فهرست آرژانتین قهرمان فعلی جهان با 1855 امتیاز در بین 210 دسته در جایگاه اول است. پنتاگون و ناتو از دورنمای انتقال موشک‌های کره شمالی به روسیه که میتواند برای نظامی‌های دفاعی هوایی اوکراین مشکلات جدی ایجاد کند نگرانند. در این باره نشریه نیویورک تایمز با استناد به منبع‌های خود در پنتاگون و ناتو خبر داده است. همصحبتان این رسانه گفته است موشک‌های کره شمالی که به گفته کارشناسان نظامی غربی از جهت صفت و موشک‌های اداره شونده روسی کم نیستند، احتمال به ارتش روسیه در رخ نکردن نظام دفاعی هوایی اوکراین مساعدت کنند. نظام هوایی اوکراین که قسم بیشتری آن استحصال کشورهای غربی است، تا حال در حمایت هدف‌های استراتژیکی خیلی موثر می باشد. با نوشته نیویورک تایمز، غرب گمان است که به خاطر پیشگیری و انتقال موشک‌ها به پخنیان فشار آورده تواند. از سوی دیگر روسیه وعده می دهد که بر عوض اسلحه به کره شمالی هواپیماهای نظامی و فناوری‌های موشکی می دهد. مقامات آمریکایی تخمین می کنند که این وعده‌ها هنوز اجرا نشده‌اند. در کتابخانه ملی تاجیکستان یک شعبه ویژه تأسیس شده است که معلولان را با کار تامین می‌کند. افراد دارای امکانیت‌های محدود همچنین هنرهای دستی خود را برای فروش پیشنهاد می‌کنند و بازدید کنندگان و گردشگران خارجی آنها را می‌خرند. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف از این مکان دیدن کرده این گزارش را آماده کردند که همراه می‌بینیم. انورعلی منوروی 56 ساله، کمتوان گروه دوم، 8 سال است، مشتری شعبه خدمت رسانی به شخصان دارای امکانات محدود کتابخانه ملی تاجیکستان است. او شخص تنهاست، حتی خانه ندارد. بیشتری وقتش را اینجا می‌گذراند و شاعر است و شعر و حکایه می‌نویسد. من رنگ شعری دیگه در باره بهار و در باره افتاب و کبوتر نمی‌نویسم. من می‌نویسم در باره زندگی، دخترک بید است، در باره عاشقی، بچه دختر میپرتو، دختر بچه را میپرتو. اینم پرابلم دارم، چیز پرابلم است. فقط هم خیلی من یکون شعری خیلی نمی‌نویسم که بارون بارید و بوسیس. من خیلی نیستم. حکایه ما همش تربیت. در تاجیکستان برای 160,000 افراد دارای امکانات محدود نه در همه جا شرایط و خدمت رسانی مساعد است. اما کتابخانه ملی تاجیکستان برای این افراد شعبه ویژه‌ای را اختصاص داده است که 926 خواننده ثبت نام شده دارد و با گفت مسئولانش همه روزه حتی در روزهای استراحتی نیز کار میکند و اینترنت رایگان را در اختیار آنها میگذارد. اکثریت خواننده‌های ما دانشجوها هستند، دانشجویان برای تیار نمودنی درس‌های خود می‌بیایند و برای این قشر جامعه همه شرایط فراهم آورده شده است. 6,000 زیاد کتاب
китоб дорем, ҳам ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ ва бо хати брайли. غیر از این ما 6 عدد کامپیوتر فعال کرده شده است. با شبکه اینترنت پیوسته است. برنامه جاز برای شخصان نابینا و ما اکثریت کتاب ها رو ثبت کرده هستیم. ثبت گویا اونا به توسط گوشمانک کتاب های درکاری مطالعه میکنند. شبه به شخصان کمتوانی که امکان آمدن به کتابخانه را ندارند یا افراد پیرانسال و برجامانده در یک هفته 2 بار کتاب میرساند. در این کامپیوتر برنامه ویژه جاوز نصب شده است که شخصان کمبین و نابینا را راهنمایی میکند و وقتی که آنها به این کامپیوتر وارد میشن به طریق صدای آنها را راهنمایی میکند. رحیمه اعظم مدیر بخش مطبوعات کتابخانه میگوید شخصان سخاوتمند به کتابخانه‌های کمتوان یاری‌های مالی و مادی نیز میکنند. من بارها مشاهده کردم که وقتی آنها میآیند اینا آنها را چون منتظر کارمندان شعبه آنها را منتظرند در محفل ها یا بدون این هم آنها که زنگ میزنند کارمندان رفته آنها را با دست گرفته یا خود نگهبان آنها را تا شعبه میارند و میشینانند و باز گسل می نمایند، یعنی پیشواز و گسل میگیرند. در سطح خوب آنها راضی هستند چون آنها دلی نازک دارند، مناسبت مخصوص میخواهند، مهربانی بیشتر را از ما انتظار هستند از جامعه. در تاجیکستان تا 70% شخصان دارای امکانات محدود را زنان و کودکان در بر میگیرند که از جمع آنها 32,000 را کودکان تشکیل میدهند. تاجیکستان اعلامیه سازمان ملل متحد مربوط به حقوق معیوبان را سال 2018 به تصویب رسانید که این بعد باید برای این قشر کمتوان در همه بخش ها سهولت ها را در نظر بگیرد. حالا روبرو شدن با تبعیض، وجود مانع‌های اجتماعی، دسترسی به محیط، نقلیات و اطلاعات، نبودن ترجمان‌های زبان ایما و اشاره، امکانیت‌های نابرابر و نقض دوامدار حقوق شخصان کمتوان از عمده‌ترین مشکلات این افراد در تاجیکستان دانسته می‌شود. وزارت تندرستی قزاقستان گفت بعد زمین‌لرزه شب 22 январ در شهر الماتو 44 کس با جراحت‌های گوناگون به یاری طبی مراجعت کرده است. آنها با جراحت‌های گوناگون به بیمارخانه‌های شهر انتقال داده شدند و 34 نفرشان آدمانی کلانسال و باقی کودکان بودند. 3 تن انتقال یافته‌ها در بیمارخانه بستری شدند. می‌افزاید منبع در مجموع به 10 کودک یاری طبی رسانیده شده است. 5 نفر آنها بستری و باقی بعد دریافت کمک طبی جواب داده شدند. طبق اطلاع ریاست حالت‌های فوق‌العاده الماتو شب 22 январ در مرز قزاقستان و قرقیزستان زمین‌لرزه 6.7 درجه رخ داده است. شدت زمین‌لرزه در الماتو 4 تا 5 درجه را تشکیل داده است. از 25 تا 29 январи سال 2024 فیلم بچه آبی به هندوستان سفر می‌کند. کارگردان فیلم مذکور فیض‌الله فیض در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داد. این بار سوم است که فیلم مذکور به کشور هندوستان به رقابت می رود. این بار در جشنواره کودکان کالکوتا اشتراک می کند. فیلم بچه آبی درباره تغییریابی اقلیم، خشکشوی بحر و دریاها، مناسبت آدمان با طبیعت در مثال پسر بچه‌ای که در دهه ماهیگیران زندگی می کند و وقت زیادش را در نزد بحر می گذراند که عاقبت کم آب شده ماهیان آن کم می شوند قصه می کند. فیلم را در ساحل قیراقم به نوار گرفتند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 24 январ را در زمانهای گوناگون فرا می گیرد. солҳои 1318 то 1400 камоли хуҷандӣ шоири ғазалсарои тасвиргар зиндагӣ ва эҷод кардааст. дар 82 соли умраш тавонист ҳазорҳо ғазал нависад ва аз назари адабиётшиносон маҳз бо ҳунари тасвиргарии баландаш дар адабиёти классикии форсу тоҷик мақоми хосае гирифт. ӯ зодаи шаҳри бостонии хуҷанд буда баъди таҳсил дар самарқанд ба табрез қаламравҳои эрони имрӯза кӯчид ва мақбарааш дар табрез аст. соли 2014 ҳайате аз мақомоту фарҳангиёни тоҷикистон хоке аз турпати камоли хуҷандиро аз табрез ба хуҷанд оварда дар боғи камол мақбараи рамзии ӯро бунёд карданд. соли 2018 дар тоҷикистон 700 солагии шоирро ҷашн гирифтанд.
январи соли 2011 бо як қарори президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар кишвар хадамоти муҳоҷират таъсис дода шуд. он дар назди вазорати корҳои дохилӣ ташкил шуда, инчунин дар шаҳру манотиқи русия ки солҳои истиқлолият ба макони асосии кору муҳоҷирати шаҳрвандони тоҷикистон табдил шуд, намояндагиҳои худро боз кард. 24 январ рӯзи байналмилалии омӯзиш аст. созмони милали муттаҳид ки таъсиси чунин як санаи махсусро зарур медонад, мегӯяд дастрасӣ ба таълим ва омӯзишу парвариш ҳаққи қонунии ҳар кас аст ва ҳуқуқи ҳама духтару писарҳо дар ҷомеаҳои сайёра ба гирифтани маълумот бояд баробар бошад. дар тоҷикистон таҳсил дар мактабҳои миёна ройгон ва ҳатмӣ мебошад, вале вуҷуди мушкилоти иқтисодӣ дар бархи оилаҳо боиси аз таҳсил канор мондани кӯдакон мешавад. имрӯз 1000 рубл ба 124 сомонию 10 дирам баробар аст. бар асоси қурби таъин кардаи бонки миллии тоҷикистон $100 амрикоӣ ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1190 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро тамошо кардед. навиштани назару пешниҳоди худро ба мо фаромӯш накунед. то фардо дар ҳамин вақт худо нигаҳдор.